با سلام خدمت شما بینندگان برنامه تلویزیونی کنکاش. من نسترن حمیدی هستم. ابتدا خلاصه ای از مهمترین خبرهای روزهای گذشته رو به سماع نظرتون میرسونیم. بعد میزگردی داریم با حضور آقایان مهدی فتاحپور و مهدی مهدوی آزاد پیرامون تحولات سیاسی و بحران اقتصادی کشور، همچنین انتخابات مجلس نهم. ابتدا اهم اخبار. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دولت بشار اسد را به جنایت علیه بشریت متهم و شورای امنیت را به خاطر وتوی قطعنامه علیه دولت سوریه به شدت مورد انتقاد قرار داد. حزب سبزهای آلمان، حزب کمونیست فرانسه و شمار بسیاری از احزاب و شخصیت‌های اروپایی خواستار پایان زندان خانگی خانم رهنورد و آقایان کروبی و موسوی و آزادی همه زندانیان سیاسی شدند. حزب سبزها عمل حکومت ایران را آدمربایی حکومتی نامید. 430 تن از فعالین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به زندانی کردن صدها تن به ویژه خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی اعتراض کرده از احمد شهید خواستار پیگیری مسئله شدند. جوانفکر مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد به 6 ماه حبس محکوم شد. نوریزاد در 22مین نامه سرگشاده خود با عنوان سید علی بشنو خامنه‌ای را به آدمکشی، شکنجه و غارت بیت المال متهم کرد. در حالی که یکی از سایت‌های طرفدار احمدی نژاد نمایندگان مجلس را به افشای فسادشان در زمینه‌های مختلف تهدید کرد، حمید روحانی از حامیان آقای خامنه‌ای دفتر ریاست جمهوری را لانه انجمن حجتیه و کسانی نامید که قصد ویرانی کشور را دارند. پس از 2 سال کشمکش و در حالی که آقای خامنه‌ای نیز فجایع زندان کهریزک را جنایت خوانده بود، سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران و مسئول اصلی این جنایت رسما تبرئه شد. با سلام خدمت بینندگان ارجمند برنامه تلویزیونی کنکاش. در میزگردی دیگر با آقای مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و آقای مهدی فتاحپور، کنشگر سیاسی در خدمتتون هستیم. در این برنامه پیرامون تحولات سیاسی روز، انتخابات مجلس نهم و بحرانی که در جامعه و حکومت وجود داره به اتفاق عزیزان بحث و گفتگو خواهیم کرد. صحبت رو از آقای مهدوی شروع میکنم. آقای مهدوی، وضع اقتصاد مملکت به شدت در هم ریخته است. قیمت دلار همچنان بالاست. مطابق همه آمارها نرخ رشد به 0 رسیده، اگرچه آقای احمدی نژاد مدعی نرخ 8% است. بیکاری آمار رسمیش 15% ولی آمار غیر رسمی بالای 30%. نرخ تورم مدت هاست که از کنترل خارج شده. برخی پیشبینی ها این رو میگه که تا 10 ماه آینده اقتصاد مملکت به طور کامل به فلج خواهد رسید. آقای عسکرالعادی حبیب الله نه اسدالله عسکرالعادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، گفته که تا 6 ماه دیگه ما با قحطی مواجه خواهیم شد. به نظر میاد که چشم انداز خیلی تیروتاره. شما چه ارزیابی دارید؟ جامعه داره کجا میره؟ بله، متاسفانه با کمال تاسف باید بگم که چشمانداز بسیار تیروتاره و این نظر حضرت عالی رو تایید میکنم. همین امروز در خبرها اومده بود که هیچ شرکت بزرگی که نفتکش و ابرنفتکش داره دیگه حاضر نیست نفت ایران رو به خریداران منتقل بکنه. ایران قبلا، در واقع جمهوری اسلامی قبلا با تحریم‌های اتحادیه اروپا و تحریم‌های ایالات متحده عملاً در نقل و انتقالات مالی هم دچار مشکل جدی شده بود و نمیتونست این مشکلات رو حل بکنه. در این شرایطی که در واقع دولت ایران، دولت آقای احمدی نژاد، درآمد نفتی که همواره به اتکای اون تونسته سرکوب کنه و به اتکای اون تونسته بخشی از بدنه در واقع حامیان آیت الله خامنه‌ای رو حفظ بکنه رو از دست میده،
به نظر میرسه که جامعه آبستن حوادث بسیار خطرناکی خواهد بود. در این شرایط البته تحلیل‌های متفاوتی ارائه میشه. آنچه که مسلمه بیکفایتی دولت آقای احمدی نژاد در واقع روز به روز به ابعاد این بحران اضافه میکنه. یادمون نره در ماجرایش رو که اولین در واقع افزایش جهش در واقع قیمت دلار و یورو و سکه بهار آزادی، دولت تا چیزی حدود 3 هفته نه رئیس کل بانک مرکزی، نه وزیر اقتصاد، نه مسئولین اقتصادی دولت، نه آقای احمدی نژاد که راجع به همه چیز صحبت میکنه اصلا وارد این بحث نشدند. این البته فقط بیکفایتی نیست، تحلیل‌های پیچیده‌تری هم ارائه میشه. ظاهراً بخشی از جدال قدرت در بین طیف حامیان آقای احمدی نژاد و طیف آیت الله خامنه ای است. در جریان آخرین سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک، من یادم موقعی که خبرنگاری ازشون پرسید که آقای احمدی نژاد نظرتون راجع به نامه اخیری که پرزیدنت اوباما به آقای خامنه ای نوشته چیه، آقای احمدی نژاد با صراحت یا شجاعت یا وقاحت هر اسمشو بگذاریم رو در روی خبرنگار گفت این من بودم که به پرزیدنت اوباما نامه نوشتم. چرا؟ جواب آقای اوباما با آقای خامنه ای نوشته شده. یعنی این تحلیل پیچیده هم حتی ارائه میشه که دولت آقای احمدی نژاد میگه اگر قرار هست من مجری سیاست‌هایی باشم که آیت الله خامنه ای وضع کرده، چه در ابعاد اقتصادی، چه در ابعاد فرهنگی، چه در ابعاد امنیتی بیشتر و نظامی، و اون وقت چوب پیاز رو من بخورم و پوزش رو کسی دیگری بده، خب خود آیت الله خامنه ای هم بیاد بازار نفت رو، بازار ارز رو، بازار سکه رو و غیره رو جمع بکنه. به نظر من فشارهای تحریم‌های خارجی تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه در واقع اختلافات شدید داخلی و در واقع قدرت طلبی‌های شدید داخلی است. هشدارهایی که جنبش سبز از همون روز سال انتخابات سال 88 میداد، هشدارهایی که به صراحت در مناظرات آقایان میرحسین موسوی و کروبی مطرح شد. بسیاری از اصلاح طلبان که الان این روزها آواره و دربدر کشورهای مختلف هستند یا در زندان شجاعانه دارن ایستادگی میکنن، همین حرفایی رو میزدن که امروز بخشی از در واقع اصولگرایان اپورتونیست و فرصت طلب مدعی اون شدن و دارن فرصت رو در واقع مغتنم میشمارن و به دولت حمله میکنن. من گمانم این هست که جامعه آبستن تحولات بسیار بزرگی است، تحولات خطرناکی است. واقعا آرزو نمی‌کنم یک روز ما شاهد تظاهرات و اغتشاشات افرادی باشیم که از غم نان به خیابان آمدن. ترجیح میدم واقعا اگر تظاهرات صورت میگیره از غم آزادی باشه و توسط روشنفکران ما، فعالان سیاسی ما، فعالان دانشجویی، جنبش زنان و غیره هدایت بشه. مباد چنین روزی برسه که در واقع انقلاب یقه آبی ها میگن اتفاق بیفته که در این صورت من تصور نمی کنم حتی سیستم های سرکوبی که سال 88 به کار برده شد این بار کارگر بیفته. متشکرم. آقای فتح‌پور، الان صحبتی که ایشون کردن در واقع این بحران اقتصادی رو به نوعی به جنگ قدرت داخل حکومت گره زدن. اخیراً خبرهایی بود، مثلا جرس خبری داشت که آقای خامنه‌ای فرماندار سپاه رو جمع کرده، بهشون گفته آماده بشید برای اینکه دولت رو در دست بگیرید. برخی خبرها هم هست یا تحلیل ها، مثلا آقای مهدی خلجی توی فکر کنم وارسی ژورنال مطلبی نوشته بودن که فرمانداران سپاه هم از این وضعیت بحران اقتصادی ناراضی هستند، یعنی فکر میکنن که منافع اقتصادیشون لطمات جدی داره میخوره. شرکت ها و مؤسساتی که تحت کنترل سرداران هست و اینها دچار مشکل جدی میشه. ضمن اینکه خب مشکل سیاسی هم مزید بر علت خواهد شد اینها. و بر سر چگونگی درگیر شدن با این بحران و گذشتن از این پیچ ظاهراً توی حکومت تنش‌های زیادی وجود داره. شما این تنش‌ها رو چجوری می‌بینید؟ ببینید، قبل از اینکه تنش‌ها به خود بحران اقتصادی متمرکز شیم، بعد برسیم به موضوع اختلافات درونی رژیم. بحران اقتصادی در ایران الان دو وجه داره. یک وجهش یک بیماری بسیار عمیق اقتصادی است که با این تاکتیک یا با اون تاکتیک حل شدنی نیست. مسئله اینجاست که 6 سال پیش که آقای احمدی نژاد قدرت در دست گرفت، پول نفت رفت بالا. خب تمام اقتصاددانان در اون موقع هشدار دادند که وقتی پول نفت، پول عظیمی میاد توی کشور،
باید سیاست انقباضی پیش برده بشه. بیماری هلندی رو باید جلوش گرفته بشه و این پدیده تجربه شده است که زمانی که شما پول عظیمی میاد در اختیار جامعه قرار میگیره، اگه این پول بریزید تو جامعه، قیمت‌ها میره بالا، تولید میره بالا، امکان رقابت از بین میره. متاسفانه آقای احمدی نژاد اون زمان علیرغم همه تأکیداتی که تمام اقتصاددانای حتی درون رژیم و بیرون همه داشتن، درست خلاف این عمل کرد. تصورشون هم این بود که اینقدر ما پول نفت و اینقدر ارز داریم که با واردات میتونیم قیمت‌ها رو کنترل بکنیم و تورم خیلی بالایی به وجود نمیاد. خب میدونیم تورم از جایی که نمیشه وارد کرد یه دفعه اوجش شروع شد، یعنی از مسکن بعضی جا تا 10 برابر قیمت مسکن رفت بالا. نتیجه اینه که امکان رقابت تولیدات ایران از بین رفت و خب این بیماری دیگه به این سادگی این نیستش که بگیم خب یه اتفاقی بود حالا مثلا سیاست عوض میکنن فوراً درست میشه. این بیماری که تا سالها گریبان ایران خواهد گرفت. یعنی کالاهای تولیدات ایرانی امروز با کالاهای وارداتی چینی نمیتونه تو بازار داخلی رقابت کنه، مرتب تولید کننده ها ورشکست میشن. این بیماری خیلی عمیقه، پایه‌ایه. خب جایی که کشورهای دیگه زمانی که یک پول عظیمی میاد داخل کشور میشه، کاری که میکنن اینه که با بالا بردن کیفیت تولید، با سرمایه گذاری، با ساختن زیر ساختای اقتصادی از این پول استفاده میکنن در این جهت و در نتیجه میتونن با کیفیت بالاتر و با تکنیک بالاتر کالا تولید بکنن و بمونن توی بازار. این دومی هم به دلیل مسئله تحریم اقتصادی برای ایران امکان پذیر نیست. یعنی سیاست خارجی که ایران پیش برده شرایطی به وجود آورده که در شرایطی که قبل از اینکه تازه این فشار جدید تحریم‌ها شروع بشه، این نتیجه دراز مدته که همیشه ما باش درگیر بودیم، امکان رشد بنیانی جامعه رو سد کرد. این دوتا موضوع بنیانی قضیه است. و نکاتی که آقای مهدوی اشاره کردن، عدم کارایی که وجود داره، مثلا در همین دوره خب کل مسئله ارز، خب این تغییرات و این نوسانات عظیم رو کرد. خب خیلی خوشبینانه میشه گفت که این دلیلش بی‌کفایتی بوده و خب خطاهای سیاسی بوده، درگیری‌های درونی بوده. من همه صحبت‌های آقای مهدوی رو ولی یک جنبه دیگه هم همیشه این جوجه‌ها وجود داره. موقعی که یک چنین نوساناتی به وجود میاد مثلا در بازار بورس در کشور خارجی، ما میدونیم که بخش بزرگی پولدار میشن، ثروتمند میشن، میلیون‌ها ثروت مثلا با یه 10% بالا رفتن پایین رفتن تو هر تغییر جدید جابجا میشه. و تو این کشورها مسئله داشتن اطلاعات داخلی در اینجور موارد جرمه. یعنی اگه معین بشه کسی از طریق داشتن اطلاعات داخلی درونی شرکت‌ها اطلاع پیدا کرده و از این طریق وارد معامله شده، این جرم محسوب میشه. هرچند با وجود این نمیتونن اینجا هم جلوشو بگیرن. همیشه چند وقت این سر صداها بلند میشه. حالا در کشوری که میلیاردها دلار پول از طریق دولت میاد و در این جابجایی از 1100 تومان به 1800 تومان 2000 تومان تا اینجا هم رسید 2000 خورده‌ای و دوباره برگشتن تا 1200 1300. این نوسانات تو هر کدوم از این نوسانات میلیارد هاست که جابجا شده. یعنی کسایی پول به دستشون اومد، اون کسانی که ترسیدن و اطلاعات ندارن اینا رفتن پولاشون رو فروختن و در نتیجه حتی این شایعه افتاد که الان قحطی میشه، رفتن جنس خریدن تو خونه ها احتکار کردن، وضعیتی که تو جامعه به وجود اینا پولاشون رو باختن. یعنی در جامعه بخش بزرگی پس اندازش از بین رفت و خب این پول رفت یه جایی جمع شد. کسانی که اطلاعات داشتن این میونه خب ثروت‌های عظیمی به جیب زدن، حالا جدا از اینکه دولت خودش پول جمع کرد. خب این هم شکل بدبینانه است که آدم فکر بکنه که اصلا این نوسانات فسادی که وجود داره در یک چنین بعیده که در یک چنین نقل مسائل سیاسی اصلا دخالت نداشته باشه. به هر حال این مشکلات معین اقتصادیه که ما داریم. وقتی 3 میلیارد دلار اونجوری دزدی به راحتی میشه، اینجا میتونه 7 10 میلیارد اینجا ممکنه دزدی شده باشه جابجایی ها. و خب البته بی‌کفایتی که به درستی اشاره کردن، کل زیرساخت ایراد داره که دولت میتونه یک چنین بازی بکنه با قیمت ها که یک چنین امکان فسادهایی به وجود بیاد. کل مسئله حل میشه، نیست که با این آدم و اون آدم گرفتن این موضوع بتونه حل بشه. برای ما دو تا مشکل اقتصادی رو همزمان داریم. خب من فکر میکنم که مسئله اصلی مسئله سیاست خارجی است در این زمینه و کل سیاست‌های اقتصادی که خب سیاست خارجی مسئله بالفعل و الان با توجه به بیماری که جامعه ایران داره، در صورتی که بخواد پول نفت گردشش با مشکل مواجه بشه که خب عملاً 20% حداقل اروپا شده و معلوم نیست چند درصد در رابطه با کشورهای ژاپن و هندوستان و کره جنوبی اینها اخلال به وجود بیاد، هنوز معلوم نیست.
اگر در دوره آقای خاتمی جامعه تونست با نفت 14-15 دلار حتی پایین‌تر بچرخه، مشکلات اقتصادی بود ولی چرخید. امروز خیلی روشنه که با نفت 70 دلاری هم میگه نمیتونه بچرخه. حالا اگه 20% پول نفت، 30%، 40% پول نفت بیاد، اقتصاد با یک سکون مواجه میشه. این صحبتی که شما ابتدا مطرح کردید در زمینه موضوع خطراتی که اقتصاد وجود داره، من تایید میکنم صحبت شما رو یا صحبت از دیگران گفته. البته من این نکته که 2 ماه 3 ماه دیگه قحطی میشه، اینا فکر کنم یه مقداری بی‌اعتمادی مردم به حکومتی که این موضوعات رو دامن میزنه. در این موقعیت نیست اقتصاد ایران هنوز که ما بگیم مثلا قحطی میشه یا اصلا کلا دچار سکته کامل میشه. خود این که مردم به محض اینکه پول دلار میره بالا در تمام جامعه پخش میشه که ممکنه قحطی بشه، مردم میرن برنج روغن میخرن خونه‌شون نگه میدارن، این خودش یک نشانه عمق بحران و جدایی دولت از مردمه که انقدر بی‌اعتمادن و هیچ حرف دولتمندار قبول ندارن. بس که بهشون دروغ گفته شده هیچ قبول نمیکنن. اگه بگن نه خبری نیست، مشکلی نیست، کسی قبول نمیکنه. این مشکل جای دیگه است. من این درکو ندارم، ولی وضعیت اقتصادی ایران در ماه‌های آتی، من این رو در صحبت شما رو تایید میکنم که بسیار وخیم‌تر میشه و خب این قطعاً تاثیرات اجتماعی اقتصادی داره. حالا من روی این موضوع صحبت زیاد کردم. میخواین برم صحبت دوم شما یا میخواین بحث دیگه راجع به اختلافات درونی میتونیم؟ ببینید، حالا اقتصاددان‌های ما در حقیقت این عوامل رو تفکیک کردن. عوامل ساختاری که از گذشته مونده بود، عوامل ناشی از سوء مدیریت دولت احمدی‌نژاد که خب بسیار از پروژه‌های بسیار سودآور ناتمام موند و هرگز به سودآوری نرسید، تا تصمیماتی مثل انحلال سازمان برنامه بودجه، تا کاهش نرخ بهره که به فرار سرمایه از بانک‌ها منجر شد و تا انحلال شورای پول و اینجور تصمیمات غیر اقتصادی که دولت گرفت. این به بخش دیگه قضیه است و بخش بعدی علل بحران رو در تحریم می‌بینن و اگر بخوایم تفکیک کنیم در مدیریت بعد تحریم هم. یعنی این عوامل هست که اقتصاددان‌ها رو به این رسوند. اقتصاددان‌های جدی ما حرف اسکرولادی رو نمیزنن ولی 10 ماه رو پیش بینی کردن، میگن تا 10 ماه آینده اقتصاد دچار فلج کامل خواهد شد. دیروز هم تو اخبار شما دیدید غلات از اوکراین دیگه نمیاد، مالزی روغن نفت نمیفروشه، تجار ویتنام و کشورهای دیگه هم قراردادها رو دیگه با ایران لغو کردن و از اون ورم خب چین واردات نفت رو نصف کرده و بیشتر از ظاهرا تحریم نفتی تحریم مالی است که الان اقتصاد مملکت رو به روز انداخته. و به این ترتیب فکر کنم شما در این مورد با بقیه مفسرین هم عقیده اید که مشکل سیاسی است. 100%. یه نکته خیلی مهم آقای فتاحپور گفتند، باید بهشون بگم جان سخن از زبان ما میگوید. من چون سوال رو از بنده شروع کردید واقعا از ذهنم پرید و وگرنه جا داشت من همون اول بگم. واقعا یکی از دلایل جدی و خطرناکی که وجود داره در واقع منفعتی است که قدر قدرتان و صاحبان قدرت و نزدیکان به قدرت میتونن از شرایط تحریم ببرن. ببینید بسیاری از جنبش سبز و بسیاری از مخالفین جمهوری اسلامی با تحریم مخالفند، چند تا دلیل اقامه میکنند. البته کنارش هستن کسانی که میگن خب دنیا پس چه کار کنه، تحریم که نکنه، جنگ هم که قطعا باش مخالفیم، پس دنیا چه کار بکنه. ولی اونهایی که مخالفن که من از اون دسته هستم و به نظرم اکثریت رو تشکیل میدن، چند تا دلیل اقامه میکنن. اول اینکه شما سابقه تحریم ها، حتی تحریم های شورای امنیت رو نگاه بکنید، از عراق و کره شمالی گرفته تا حتی کشوری مثل کوبا، هیچگاه تحریم ها نتونسته در واقع یک حاکمیت رو به زانو در بیاره. این یک. دوم اینکه در شرایط تحریم نهادهای مدنی، در واقع موتورهای محرک جامعه از بین خواهند رفت. دولت آقای احمدی نژاد و در واقع بگم دولت آقای خامنه ای به درستی فهمیده متاسفانه که موتور محرکه جنبش آزادیخواهی در ایران و در هر جای دنیا نهادهای مدنی هستند و احزاب و تشکل‌ها و فعالان مدنی که دور هم جمع میشن. خب تقریبا قلب و قم کرده، یعنی بسیاری از احزاب باطل شدن، بسیاری از روزنامه‌ها باطل شدن، حتی جنبش کمپین مثل کمپین 1 میلیون امضا برای حقوق برابر زنان هم تحمل نشد، جنبش‌های دانشجویی تقریبا باطل شدن. اما اون نیمه
رمقی که نهادهای مدنی ایران میکشند و نشانش همون الله اکبرهای امسال 25 بهمنه، شب 25 بهمن، که بعد از 2 سال سرکوب ما هنوز میبینیم در پایتخت صدای الله اکبر به گوش میرسه، که نمودش در واقع همین اعتراضات روز 25 بهمنه که پلیس در میدان آزادی مجبور میشه دوباره گاز اشک‌آور شلیک بکنه. تعداد زیادی در خیابان شهید مطهری، تخت طاووس سابق، خیابان عباس آباد، در میدان تجریش، در میدان انقلاب آزادی بازداشت میشن. همین نشون میده به هر حال یه نیمه جانی هنوز مونده در نهادهای مدنی و البته در توده مردم این قدرت اعتراضی بسیار زیاده. مرادم این هست که این تحلیل این نیمه جان در واقع نهادهای مدنی رو هم میگیره. و سومین موضوع که مرادم فرمایشات آقای فتاحپور عزیز بود این هست که در شرایط تحریم باندهای امنیتی، نظامی، سیاسی، اقتصادی وصل با حاکمیت بیشترین منفعت رو میبرن. یادتون نره که حتی در موقعی که سازمان ملل پروژه نفت در برابر غذا رو در مقابل حکومت صدام حسین به اجرا گذاشت، صدام حسین از حقوق استخبارات و مخابرات و نمیدونم کارکنان ارتش خودش کم نکرد. اون مردم بودند که در واقع ضرر کردن و این نهادها اتفاقا قدرتمند شدن. الان ما در شرایط کشورمون یه نهادی داریم به نام سپاه پاسداران. این سپاه پاسداران از شمال، در شمال ایران گاوداری داره، تا مخابرات کل ایران رو خریده، تا نساجی، تا هر جایی شما در اقتصاد نگاه بکنید داره حرف اول رو میزنه. من یه تحقیقی رو داشتم میدیدم 1500 شرکت رسمی وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا وجود داره، ثبت شده قرارگاه خاتم الانبیا. خب در این شرایط سپاه پاسداران در واقع نونش تو روغن میشه، به این خاطر که قاچاق میتونه بکنه، اسکله‌های غیر مجاز دست سپاه پاسدارانه، هیچ کس نمیتونه قاچاق کالا بکنه. این سپاهی که قاچاق کالا میکنه و البته عوایدش در جیبش میره. این سپاهی که این قدرت داره که ارزو بخره و بفروشه و در واقع نهادهای سرکوب قدرتمند میشن. یک نکته هم عرض بکنم در مورد اینکه آقای فتاحپور فرمودند که کشور در شرایطی نیست که دچار قحطی بشه. بله، کاملا با ایشون موافقم. به هر حال ساختار اقتصادی ایران ساختاری است که بله با 1 ماه و 2 ماه و 6 ماه در واقع به زانو در نمیاد، به این معنا که مردم محتاج گندم روزمرهشون بشن یا نون روزمرهشون بشن. اما نباید فراموش بکنیم که بعد از دولت احمدی نژاد به خاطر در واقع باز بیکفایتی این دولت خاص و سیاست‌های قجری آقای احمدی نژاد که پول میریخت تو کیسه، به قول شما سازمان برنامه رو منحل کرد، پول میریخت تو کیسه میرفت تو روستاها پخش میکرد و عوام فریبیش، به مجموع این شرایط باعث شده که ما بسیار به واردات متکی بشیم. مثلا روزی که ارز گرون شد، بعد در یه مصاحبه عرض کردم که ما به زودی قطعاً شاهد گرون شدن گوشت گوسفند خواهیم بود. یه استدلال خیلی ساده است، بنده کارشناس اقتصادی نیستم. 40% گوشت گرم ایران از طریق پاکستان و کشورهای دیگه وارد میشه. گوسفندی که با دلار 1000 تومان خریده میشه نسبت به گوسفندی که با دلار 2200 تومان خریده میشه، تازه اون دلار هم ممکنه وارد کننده پیدا نکنه، 1/3 قیمتش تفاوت داره. یعنی تفاوتش ممکنه 70% رو افزایش پیدا کنه، 50% افزایش پیدا کنه. در این شرایطی که شما میفرمایید و درست هم میفرمایید کشتی‌های غله میان در بندر عباس ایران پهلوگیری میکنن اما بالشون تخلیه نمیکنن، میگن پول ما رو بدید. شما هیچ بانکی در دنیا شما رو تایید نمیکنه، هیچ السی باز نمیکنه، پول نمیتونید به ما بدید. در شرایطی که دولت از تأمین ارز در واقع ناکامه و در شرایطی که به خاطر سیاست‌های آقای احمدی نژاد بسیار وابسته شدیم به واردات، این پیشبینی دور از ذهن نیست که معیشت مردم به شدت دچار مخاطره بشه و حالا در یه افق 1 ساله اسم شما واژه قشنگی به کار بردید، با مدیریت نادرست تحریم ها ما در واقع شاهد فشار عظیمی باشیم بر طبقه محروم جامعه. درسته. یعنی حالا یه بحثی روشون باز کردن که تحریم ها بد هست، اینها خب علل اصول توی بیشتر بحثایی که من اینجا با مهمانان مختلف داشتم روی نقطه توافق بود که کارهایی رو که ما درش تأثیری نداریم روش جنجال نکنیم با هم. البته منظورم نیست که بحث جنجال هست، منظورم این است که بحث کردن روی تصمیم دولت اوباما یا تصمیم دولت فرانسه عوامل و فاکتورهای اونجا عمل میکنه که زیاد در کنترل ما نیست. طرف ما دولت خودمون هست ظاهرا، ما بایستی بیشتر بگیم که چه سیاستی رو باید دولت در پیش بگیره که این مشکلات حل بشه.
حالا من برمیگردم دوباره به سوال مربوط به رابطه این قضیه و جنگ قدرت در درون حکومت. یعنی وجه سیاسیش ایشون تاکید کردن، شما هم تاکید کردید که مسئله اقتصادی نیست، مسئله سیاسی است. حالا یه بحثی رو ایشون باز کردن، من نمیدونم شما هم نظرتون همین هست، چون برای من این مقداری ابهام وجود داره که یک سری منافع خورده‌ریز و به اصطلاح چیز هست، حالا از قاچاق کالا پول گیرمون بیاد نمیدونم اینها، ولی از یک طرف خب یک کارتل عظیمی است که منافع استراتژیک بلند مدت داره. سوال اینه آیا واقعا در محافل بالا و تصمیم گیر سپاه از این زاویه به مسئله نگاه میشه، یا اینکه یک نگاه استراتژیک هم وجود داره که این تحریما به منافع خود اینها لطمه میزنه؟ یعنی از لفتلیس و در دزدی و نمیدونم قاچاق اینا که بگذاریم، اینا به حال به منافع بلند مدتشون هم فکر میکنن یا نه؟ یعنی آیا این تحلیل درست هست که در محافل سپاه مقاومت وجود داره و تلاش برای حل مسئله؟ من در این جمله آخر شما اطلاع ندارم، چون من یه مقدار بحث و همین صحبت شما رو از پایین‌تر شروع بکنم. ببینید الان چیه وضعیت جامعه؟ فشار بین‌المللی در حدیه که داره کمر ایران رو میشکنه. دیگه این که کسانی بگن مهم نیست و ما نیروی مقاومت داریم، این رو خود مسئولین رژیم هم میفهمن که فشار خیلی سنگینه. این مسئله تحریم ها، مسئله بانک مرکزی، همه دیگه میدونن این بار درد میاره، برای همه جامعه درد میاره. وضعیت اقتصادی رو که در دور اولمون مفصل صحبت کردیم. از اون طرف روندها در جهتی رفته که بخش حداقل فعلا تقریبا اکثریت قریب به اتفاق نخبگان جامعه از اوضاع ناراضی‌اند. ما رو کل جامعه رو نمیگم، وجود آمار نیست، ولی در این بخش دیگه نشون داده، تو این جریانات حرکت‌های مختلف نشون داده، به جایی رسیده که رژیم در این انتخابات، خب مسئولین رژیم‌های دیگران میفهمند که وقتی که نیروها شرکت نکنن در این انتخابات، این یه مسئله کمی نیست. به هر حال در انتخابات یه عده شرکت میکنن، یه عده فکر میکنن همین دو نیرو هستن شرکت، بین اینها تفاوتایی وجود داره، این بیشتر به نفع یا اون، یا یه بخشی با روستاها یا در بخشی از شهرها به هر حال به روحانی محل اعتماد دارن میرن شرکت میکنن. ولی وقتی بخش عمده نخبگان جامعه در یک انتخاب شرکت نمیکنن، این معناش یک رابطه جدیدی بین اینها و حکومت. یعنی اینها دیگه به این نتیجه رسیدن که خواسته هاشون از این چهارچوب مورد توجه قرار نمیگیره و این کیفی است و این کیفیت رو مسئولین میفهمن که حتی اگر کمیت رو هم بتونن بپوشونن، ولی میفهمن که این کیفیتی که حکومتی نمیتونه زمانی که تمامی نخبگان علیهش هستن، مدیران خودش، تحصیلگران خودش، اینها علیهش هستن، میتونه سرکوب بکنه مدت بمونه، ولی نمیتونه همیشه، نمیتونه این وضعیت نمیتونه دوام بیاره، تغییر میخواد. ولی ما ببینیم این مشکلات در مقابل این رژیم وجود داره. در مقابل این مشکلات هیچ سیاستی اعمال نمیشه. یعنی به هر حال مسئولین رژیم باید اعمال سیاست کنن. آیا تماما ناتوانیه؟ آیا درگیری‌های درونیه؟ من اطلاع ندارم چه عاملیه، ولی به عنوان یک نفری که از بیرون آدم داره نگاه میکنه به این وضعیتی که جامعه داره، ببینه که جامعه به سرعت داره در جهت تشدید تنش‌ها و به وجود اومدن یک شکاف‌های عمیق غیر قابل حل و قابل انفجار داره پیش میره و هیچ سیاستی که بخواد راه حل ارائه بده در مقابل اینها وجود نداره. خب بخش مهمیش همین سپاه هم که شما میفرمایید. یعنی مسئولین سپاه از وضعیت اقتصادی صدمه میبینن. این تحلیلی که اونها میتونن از طریق قاچاق مداری استفاده ببرن یا در این میونه مثلا کم، اینا بحث اینه که اینا کمتر صدمه میبینن. اینجور بحث اینه کمتر صدمه میبینن. ما با پولهای میلیاردی در کل جامعه وجود داریم، اینکه فلان مسئول فلان میلیون چند میلیون بیشتر پول گیرش بیاد یا کمتر، این که تعیین کننده نیست. سرمایه‌دارای ایران صدمه میبینن. مسئول کسانی که در رانت‌های دولتی در ایران بهره مند میشن و پول‌های کلون در این شرایط امروز تو جیب میزنن، وقتی کل اقتصاد افت میکنه صدمه میبینن. قیمت مسکن و قیمت منازل و این کاخ‌هایی که بعضی از اینها امروز دارن، اینها افت میکنه. اینا همه رو خب اینا همه دارن صدمه میبینن. کل جامعه داره صدمه میبینه از این شرایط، من جمله مسئولین. حالا اونا کمتر، طبقاتی که محروم‌ترن خیلی شدیدتر صدمه خواهند دید. بنابراین من صحبت شما رو تایید میکنم، از این جنبه نباید دید.
منطقاً باید کسان زیادی توی حکومت نسبت به تغییر شرایط معتقد شده باشن. اگر ما یک زمانی آقای رفسنجانی بود که اومد گفت آقا این راه حل نمیشه، بعد یه کار دیگه کرد، ایشون از زاویه تمایل به نمیدونم آزادی سیاسی یا تمایل از این زاویه ممکنه این بحثا رو نکنه، ایشون از زاویه اقتدار رژیم مطرح کردن که آقا جان واسه اینکه رژیم مقتدر باشه باید سیاست دیگری پیش گرفته بشه، این سیاست‌های شما رژیم رو با خطر مواجه میکنه. خب اثبات شد در این 2 سال حرف ایشون درست بوده از زاویه منافع خود رژیم. حتما این حرف کسان دیگری هستن، ولی اینکه آیا چه کسانی هستن، تا چه حدی نفوذ داره، بنده اطلاع ندارم. میتونم منطقاً بگم که حتما در درون رژیم این گرایش که این شکلی نمیشه ادامه داد وجود خواهد داشت و به همین دلیل یکی از جنبه‌هایی که تنش‌های درونی رژیم غیر قابل حل شده و مرتب ما می‌بینیم که هر چقدر میخوان یه جا محدودش بکنن از جای دیگه سر در بیاره که تو سوال اول شما بود من فرصت نکردم کاملا واردش بشم. این تنش‌ها خب یکی از دلایلش اینه، یعنی بحرانی که داره جامعه پیش میره بالاخره کسانی هستن، بخشی از دولت آقای احمدی نژاد بخشی میگن آقا در مقابل سیاست خارجی باید کار دیگه کرد، باید این مانورم داد. خب خود آقای احمدی نژاد اصلا با این شعار اومد که سرسختانه وایسیم ماشین ما ترمز نداره. بس الان تو خودشون مطرح میشه بابا یک کمی هم باید بعضیا ترمز زد، یعنی درست عکسشه. خب اینا این واقعیت هاست که مواجهه میکنه. من فکر میکنم قطعا در درون سپاه در درون رژیم این بحثا مطرحه، این فکرها مطرحه، ولی فعلا متاسفانه اون چیزی که به عنوان کلیت سیستم ما میبینیم، کلیت سیستم راه حلی پیش گرفته به خصوص از بعد از جنبش سبت تا به امروز که این راه حل به نظر من انتهاش بسیار میتونه فاجعه آمیز باشه. آقای مهدوی ظاهرا قضیه در عین پیچیدگیش خیلی ساده است. یعنی غرب پیشنهادش به جمهوری اسلامی این است که شما غنیسازی رو تعلیق کنید و بیاید بشین روی میز مذاکره و از موضع منافع ملی هم که آدم نگاه بکنه فاجعه اتفاق نخواهد افتاد و نتیجه این مذاکرات هم منطقاً برداشتن تحریم هاست و گشایش و حل فصل مسئله بقای رژیم. این جمهوری اسلامی اگر رفتارش فقط در همین حد تغییر بده ظاهراً این مسائل فروکش خواهد کرد. چه چیزی حکومت رو فلج کرده؟ آیا یک نوع گروگانگیری متقابل هست بین باندهای مختلف شریک در قدرت که اجازه نمیده این کار انجام بشه؟ چون الان آدم احساس میکنه هر روز تأخیر در این کار نه فقط به ملت به جامعه لطمه میزنه، به خود حکومت هم لطمه میزنه، یعنی حکومت رو تو بن‌بستی که تو باطلاق بیشتر فرو میبره. ببینید دو نکته هست، دو نکته بسیار مهم وجود داره. اول اینکه دوستان توجه داشته باشید موقعی که یک حاکمیت دیکتاتوری شد، یک دیکتاتور حاکم شد بر کشور، رفتار و منطق دیکتاتور قابل تحلیل لوجیکال و منطقی نیست. یعنی شما نمیتونید پیش بینی بکنید که مثلا دیکتاتور اگر این اتفاق بیفته چه خواهد کرد. در مورد آمریکا، اتحادیه اروپا، کشورهایی که دموکراسی دارند، حتی در مورد برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که دموکراسی هم ندارند اما یک حکومت پراگماتیست برشون حاکمه، رفتار اونها قابل پیش بینی است که اگر شما مثلا چنین حرف رو بزنید چنین واکنشی خواهند داد، اگر چنین کاری را انجام بدید این چنین کاری را انجام خواهد. یکی اینکه پس خیلی دنبال تحلیل لوجیکال و منطقی نباشید. دومین موضوع این هستش که در حکومتی که دیکتاتوری شد روحیات جایگزین ساختار میشه. یعنی موقعی که مثلا در دولت آقای خاتمی شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگرفت، این شورای عالی امنیت ملی اون تصمیم باید اجرا میشد. حالا در موارد آقای خامنه‌ای وتوش میکرد ولی به هر حال یه ساختاری وجود داشت. نمونه دقیق ترش اتفاقی که مثلا در آمریکا میفته، موقعی که نهاد مرتبط با اون کنگره تصمیم میگیره، سنا تایید میکنه، رئیس جمهور وتو نمیکنه، باید اجرا بشه و اجرا میشه. اما در موقعی که یک حکومت دیکتاتوری وجود داشته باشه روحیات جایگزین ساختار میشه. یعنی لجبازی آیت الله خامنه‌ای مثلا کار به اونجا میرسونه که همه اطراف و اکناف و عقلای نظام به قول دوستان میگن آقای احمدی نژاد حذف کنید، حتی اجازه طرح سوال رو نمیدن، البته جدیداً دادن. این آقای خامنه‌ای میگه که مثلا من از ایشون حمایت کردم، حالا لجبازی میکنه، پافشاری میکنه و حاضر نیست که در واقع عقب نشینی بکنه مگر اینکه خیلی اتفاقات بزرگ بیفته. اما اصلی ترین تحلیل من برمیگرده به اینکه پس ذهن آقای خامنه‌ای چیست. ببینید آقای خامنه‌ای از حدود
در واقع اواسط دولت آقای هاشمی رفسنجانی، موقعی که آقای هاشمی طرح سیاست تنش‌زدایی رو مطرح کرد، به این سیاست منتقد بود. میگه آقا تنش‌زدایی یعنی چی؟ شما میخواید به غرب امتیاز بدید، خب اونها میان جلو. تحلیل آقای خامنه‌ای این هست که هر امتیازی که به غرب بدیم اونها یک گام میان جلو. متاسفانه در شرایطی هم اتحادیه اروپا و ایالات متحده با عدم شناختشون از ساختار قدرت در ایران و اشتباهات مقطعی که مرتکب شدن، این تحلیل رو و این گمانه‌زنی رو تقویت کردن در ذهن آقای خامنه‌ای و هوادارانشون. این جمله خیلی معروفه که آقای خامنه‌ای هم با آقای هاشمی گفته، هم با آقای خاتمی گفته، هم در چند سخنرانی گفته و در سخنرانی عمومی گفته که یک نفر به من بگه حد یقف غرب کجاست. این عین عبارت آقای خامنه‌ای است. میگه یعنی شما من بگید که مثلا ما تا کجا باید بریم عقب که غرب نیاد جلو. ایشون نادرست البته به گمان من و با این تحلیل اشتباه فکر میکنه که اگه پرونده هسته‌ای رو کوچکترین عقب نشینی بکنه، بعد بحث حقوق بشر پیش میاد، بعد اگر بحث حقوق بشر پیش اومد بحث فلان پیش میاد و همینجوری به جایی خواهد رسید که حکومت رو از دست خواهد داد. البته از نگاه این درسته، یعنی اگه قرار بشه روزنه گشوده بشه اتفاق شبیه سال 57 میفته و آقای خامنه‌ای حکومت رو از دست خواهد داد. اما مجموع تحلیل امنیتی آقای خامنه‌ای از این زاویه نادرسته. یعنی این تحلیل باعث میشه که آقای خامنه‌ای این نپذیره مذاکره بکنن، یا اگر میخواد مذاکره بکنه شرایطی بخواد که در حد و قامتش نیست، امتیازاتی بخواد که در حد و قامتش نیست. این تحلیل باعث میشه که میلیاردها دلار از پول ایران خرج فلسطین، لبنان، نمیدونم سوریه و غیره بشه با هدف اینکه خط مقدم جنگ رو، من از زاویه ایشون دارم توضیح میدم، در واقع ببره در مثلا خط فاصل اسرائیل. این تحلیل باعث میشه که هر کسی که دم از سازش میزنه حذف بشه از حاکمیت و اگر زیاد بر مواضع خودش اصرار بورزه روانه زندان بشه. این تحلیل باعث میشه که تمامی نیروهای تکنوکرات، شما دقت بکنید، تمامی نیروهای تکنوکراتی که ماحصل و پرورده جمهوری اسلامی بودن و بعضیشون واقعا کار خوب بلد بودن، خیلی خوب بلد بودن، از جمله دیپلمات‌های سابق هسته‌ای، همشون حذف بشن و در نهایت کشور در شرایطی قرار بگیره که ما اکنون شاهدش هستیم. متوجه شدم. ببینید الان این در واقع استراتژی کلاسیک آقای خامنه‌ای بود، اونجور معروف بود، ریسک حداکثری و به اصطلاح بردن به قول خود عمق استراتژیک به خارج از خاک ایران و استفاده از مجموع اهرم‌های عراق و افغانستان و جهان اسلام و غیره. ضمن اینکه به هر حال هدف این استراتژی مقدار ناروشن بود که چی، بعد همه اینا بالاخره می‌خواید با جهان چه بکنید. ظاهراً این بود که جمهوری اسلامی همونطوری که هست بپذیرن. درست. خب و الان به نظر میاد که این استراتژی دیگه کارتاش یکی سوخته. یعنی بهار عربی و الان سوریه به عنوان آخرین دژ، تحولاتی که در عراق میبایست اتفاق افتاد و نه در اونجا جمهوری اسلامی میتونه امتیاز جدیدی بگیره، نه در خاورمیانه، و در نتیجه این استراتژی به نوعی به بنبست خورده. خب آدم این احساس داره. بعد این دیگران هم که ایشون توضیح دادن اجازه ندارن که وارد این حوزه بشن. یعنی خامنه‌ای تو امروز نشون داد که هیچ کس اجازه نمیده که وارد این قسمت استراتژیشون بشه. بنابراین نتیجه منطقی میشه که به رغم نارضایتی و غیره از درون حکومت احتمالاً یک حرکتی در نمیاد و این روند ادامه پیدا خواهد کرد. اون وقت اینجا من میرسم به این سوال که خب جامعه چیکار میتونه بکنه؟ اپوزیسیون چیکار میتونه بکنه؟ که حداقل تاثیرگذار در این جهت باشه که اگر عقلانیتی شانس داره در درون حکومت، یا اگر فردا به قولشون قیام گرسنگان اتفاق افتاد، جامعه ما زیان بیشتر از این نبینه. ببینید اپوزیسیون یا نیروها در یه حد معینی امکانات دارن. سوال شما اول اینه که حکومت چیکار بکنه؟ جمهوری اسلامی مسئولینش یک نکته‌ای که همیشه داشته، علی‌رغم اینکه خب یک حکومت ایدئولوژیک هستن، یک اصول ایدئولوژیکی روش تکیه دارن، در این حال بسیار پراگماتیستن در برایشون و در زمینه حفظ قدرت بسیار خیلی وقتا دقیق حساب میکنن و میکردن حداقل و توانان بودند. یعنی اینکه تصور بشه که مسئولین رژیم به دلیل
سیاست‌های غلطی که در رابطه با جامعه پیش میبرن در زمینه تاکتیکی، در زمینه انعطاف، اینها چنین موضوعی نداره. اینجوری نبوده. بودن مثلا جاهای خطاهای بزرگی کردن، مثل بحران گروگانگیری که مثلا زمان بنی صدر میتونست حل بشه، اینقدر حل نکردن تا اون همه امتیاز دادن. ولی در مجموع اون جایی که به مسئله قدرت مطرح میشه، نکته‌ای که از ابتدا تاکید کردن حفظ نظام در این زمینه، نه در زمینه رشد جامعه یا حل مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، در اون زمینه خب برمیگرده به چارچوب عمومی سیاست که خب به نظر من خطای کلا مسیر نادرستی بود و لطمه زده به جامعه. ولی در زمینه حفظ نظام پراگماتیست بودن، حفظ قدرت مطرح می‌شد. برای اینها تا چند سال پیش همین تصویری که شما کردید مطرح بوده. حل مسئله ایران با غرب احتیاج به یک سلسله تغییرات بنیانی در سیاست ایران داره. یعنی با مسئله هسته‌ای رابطه ایران با غرب مسئلهش حل نمیشه. اینو درست حساب میکنن. مهمترین و مرکزی ترین مسئله که از طرف ایران دشوار پذیرشش مسئله رابطه با اسرائیل. یعنی ایران باید بپذیره یه چنین کشوری وجود داره، تا همچین واقعیتی وجود نداره این تنش ادامه داره، و بپذیره که شرایط باثبات در جامعه، شرایط آروم، شرایطی که درگیری‌های حادی که در منطقه وجود داره کاهش پیدا کنه، به نفع ایرانه. ایران کشوریه که از نظر ساختاری و از نظر زیربنا و از نظر تحصیل کردگان جامعه پتانسیل بالا داره و در یک شرایط آروم میتونه نقش بسیار بالایی در منطقه پیدا کنه. ایران نیاز نداره به اینکه با درگیری‌ها نقش خودش بره بالا، که متاسفانه رهبران رژیم در این جهت حرکت کردن که گویا با رفتن وارد شدن در درگیری‌ها از این نظر ایرانه که موقعیت بالاتری پیدا میکنه. ایران اصلا همچین موقعیتی نداره، میتونه هم پای ترکیه حالا با کمی پایین‌تر بالاتر بره، کاری که ترکیه داره میکنه، مرتب داره نقش خودش رو میاره بالا در منطقه. خب برای مسئولین رژیم مطرح بود که اون چارچوب رو نمیخواستن بپذیرن و در نتیجه باید مقاومت میکردن، درگیر میشن. یک زمانی این قابل فهم بود، ولی خب سیاستی که پیش رفته از چند سال پیش خیلی روشنه که این فشار ادامه پیدا خواهد کرد و فقط حل عمومی مسئله نیست که رابطه فقط تصحیح نشه، بلکه این درگیری میتونه به درگیری‌های حاد، به جنگ، به بحران اقتصادی، به تحریم بیانجامه و باید دنبال راه حل بود. هر روزی که این راه حل بیفته عقب باید تاوان بیشتری داده باشه. این قانون سیاسته. شما کاری که امروز میتونید بکنید 6 ماه دیگه دیگران نمیپذیرن این رو در یه تعادل نیروی دیگه‌ای. امروز این مسئولین رژیم بیان همون کاری که دوره آقای خاتمی میخواد بکنه، غربی‌ها نمیپذیرن. این کاملا قابل فهمه. من این سوال آقای خامنه‌ای که به دیگران میگه کجا میپذیرن، بسته به کیه، کدوم زمان و کدوم غربی ها چی میپذیرن. دوره آقای بوش با دوره اوباما فرق میکنه، دوره خاتمی با دوره آقای احمدی نژاد فرق میکنه. این در مورد وضعیت که فعلا به این نقطه رسیده. متاسفانه من با حدی که سیاست رو میفهمم از یک مدتی پیش نمیتونم اون چارچوب عمومی که ابتدا در رابطه با جمهوری اسلامی و رهبرانش تعیین کردن دیگه برام قابل فهم نیست. یعنی اقداماتی داره میگیره، سیاستی داره پیش برده میشه که با اون پراگماتیسم و با اون شم حفظ نظام و حفظ قدرت دیگه انطباق نداره. حفظ نظام دیگه انگار اوجب واجبات نیست. یعنی تصوری که اونها دارن از این کاری که داره پیش میره، این وضعیت، من تو صحبتم چند روز مقایسه میکردم با وضعیتی که در جامعه ایران وجود داشت در سال 54 55. یعنی موقعیتی در ایران وجود داشت که میتونست اصلاحاتی صورت بگیره، میتونست تغییراتی صورت بگیره، امکان اصلا روند جامعه رو عوض میکرد. وقتی این نشد سال 56 دیگه اونجوری نمیشد. یعنی سال 54 میتونست از درون رژیم انجام بگیره. بله میخوام همین رو برگردونم به این نقطه. سال 56 یه جور دیگه میشد. حالا در ایران هم همین وضعیته. یعنی روندی که داره پیش میره بعد از جنبش سبز، کارهایی که میشد کرد امروز باید کارهای بیشتری بشه. دیگه اعتمادی نیست که با یه سلسله اقدامات دیگه صورت بگیره. بعد از این پروسه‌ای که 2 سال طی شد، برای مردم باید اقدامات خیلی حادتری صورت بگیره تا بتونه اعتماد به وجود بیاد. در رابطه با غرب هم همین بحثه. باید امروز این رو 2 تا عقب نشینیم، تحمیل بهشون میشه. اگر نشه بعد میشه 3 تا. یعنی وضعیت که کجا بره این سوال. خب متاسفانه مسئولین رژیم هنوز، مسئولین اصلی رژیم این خطر رو نفهمیدن. من سوال پرسیدید که ما چه بکنیم؟ اپوزیسیون فقط میتونه شرایط رو ترسیم بکنه. در این شرایط ترسیم بکنه، نیرو ایجاد بکنه برای اینکه بتونه این تغییر به وجود بیاد. یعنی ما شرایط رو ترسیم میکنیم که این وضعیت وجود داره و طبیعتاً در مقابل اقدامات اونجایی که میشه مردم بیان تو صحنه، مثل همین انتخابات،
که این انتخابات رو رد آدم بکنه، اونجا که میشه در مقابل روندهایی که مثبت‌تر آدم تقویت بکنه. در این حد ما قدرت اون رو امروز نداریم که سیاست رژیم رو بتونیم تغییر بدیم. اون چیزی که میتونه رژیم رو با آینده رژیم رو رقب بزنه بیش از همه خود سیاست خود مسئولین رژیمه. بسیار خوب. آقای مهدوی، الان خب تحرکاتی در خارج از کشور دیده میشه و احتمالاً این ارزیابی هم وجود داره که به هر حال این بنبستی که در حکومت هست ممکنه از درون حکومت باز نشه این گره و عقلانیتی حاکم نشه و این روند همچنان بره جلو و نهایتاً برسه به اون نقطه‌ای که جامعه دچار تنش بشه و مسئله انتقال قدرت به مسئله مرکزی تبدیل بشه. و در همین رابطه هم خب ما شاهد برخی تحرکات از جانب نیروهای رژیم سابق هستیم، از جمله این واقعیت که امروز آقای ثابتی رئیس رکن 3 اداره اطلاعات حکومت شاه، وزارت اطلاعات اداره اطلاعات ساواک، سازمان اطلاعات، در تلویزیون مثل تلویزیون صدای آمریکا ظاهر میشه و از عملکرد ساواک دفاع میکنه. این خب حتما معنی سیاسی هم داره، یعنی یک تصادف نیست که همچه کاری انجام میشه. علاوه اینکه خب تحرکاتی که فرضاً آقای رضا پهلوی داره و همینا نشون میده که این نیرو خودش رو به عنوان جایگزین سعی میکنه مطرح بکنه. در صفوف جنبش دموکراسی خواهی ایران خب الان آقایون موسوی و کروبی به عنوان رهبران جنبش سبز در زندان هستند و این سوال مطرح است که ما چجوری میتونیم یک همگرایی و همسویی بین نیروهای داخل و خارج و در مجموعه نیروی جنبش سبز، جنبش دموکراسی خواهی ایجاد بکنیم که یک اراده واحدی از طرف ملت سازماندهی بشه. شما چی فکر می‌کنید در این مورد؟ اول باید تاکید کنم جناب آقای پورمندی که بنده به عنوان یک روزنامه‌نگار صحبت می‌کنم، نه یک فعال سیاسی. یعنی بنده به دنبال این نیستم که مثلا حکومت عوض بشه یا در حکومت آینده نقشی بر عهده بگیرم. یک روزنامه‌نگار هستم. در واقع کارکرد و محتوای یک کنشگر سیاسی و یک روزنامه‌نگار متفاوته. من به عنوان اون چیزی که می‌بینم رو تشریح می‌کنم. بنابراین اینکه فرمودید ما چه می‌تونیم بکنیم، شاید آنچه که من باید بکنم به عنوان یک روزنامه‌نگار با آنچه که شما باید بکنید به عنوان مثلا یک کنشگر سیاسی یا ایشون به عنوان یک کنشگر سیاسی خیلی متفاوت باشه. وظایفی بر دوش ایشون باشه که کسی از من نخواد و اصلا جزء وظایف من نیست و کارهایی بر عهده من باشه که جزء وظایف ایشون نیست. اما یک نکته که به نظرم مهم به نظر میرسه، بعد از انتخابات 88 و موج تظاهرات و ناآرامی ها و اون شرح حوادثی که رفت بر من و ما و کشورمون، به گمان من برای اولین بار در تاریخ 33 ساله جمهوری اسلامی مرز میان مخالفین جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور برداشته شد. البته موقعی که من صحبت از مخالفین جمهوری اسلامی در خارج کشور میکنم، دو گروه رو مستثنا میکنم. درست یا غلط به من ببخشید، یکی گروه مجاهدین خلق و دیگری سلطنت طلبها، یعنی کسانی که بعد از 33-4 سال دوباره میگن آقا این شاه نباشه یه شاه دیگه باشه. این دو تا رو دارم جدا میکنم. ولی در واقع فعالان سیاسی که ما داشتیم در خارج کشور مقاله می نوشتن، فعالیت میکردن، میتینگ میذاشتن، همیشه با یه نگاه طرد شده از داخل کشور بهشون نگاه میشد. فکر انگار که مردم تصور میکردن اینها صبح تا شب در حال خوشگذرانی هستند، حالا یه اظهار نظری هم میکنند و دلشون برای ایران نمیتپه و ایران رو فراموش کردن. و البته فعالان خارج از کشور ما با نگاه بدبینانه به داخل کشور نگاه میکردن و مثلا میگفتن مردم ساکت شدن، مردم تحلیل ندارن و غیره، یا همه منتقدین رو مثلا خودی میدونستن، میگفتن این بازی حکومت، نمیدونم هر گروهی که انتقاد میکرد میگفت این بازی خودشونه میخوان. بعد از وقایع 88 این مرز مصنوعی که تأکید میکنم این مرز، من معتقدم مرزی است که توسط کیهان ساخته شده و توسط عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ساخته شده. این مرز وجود خارجی نداشت، به این خاطر که تمام فعالان سیاسی خارج کشور در ایران بودند زمانی و مجبور به ترک ایران شدند و بسیار ارتباطات گسترده دارن با داخل. این مرز برداشته شده. حالا به نظر من الان
در موقعیتی قرار گرفتیم که هم داخل کشور و هم خارج کشور در واقع شرایط یکسان قرار گرفتن، دوش به دوش هم به سمت یک راهی میخوان برن. خب ساختاران در واقع وظایف متفاوته. به فرض از آقای فتاپور ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم 25 بهمن ما بریم میدون آزادی شعار بدیم، به خاطر که ایشون آلمانه و اگه تصمیم بگیره و بتونه حتی وارد ایران هم بشه باید 2 روز با هواپیما تو راه باشه مثلا عرض میکنم. ولی مثلا از آقای فتاپور میتونیم انتظارات دیگه ای داشته باشیم. ساده ترین نقشی که تعریف میشه و از دیرباز شنیدیم نقش اطلاع رسانیه. در واقع اینه که اپوزیسیون صدای گویای ملت ایران باشه، اما این حداقل نقشی است که برای اپوزیسیون قانع است. متاسفانه یه بخشی از نیروهای اصلاح طلب ما در واقع با هدف کسب قدرت سعی می‌کردن این رقابت جدی در داخل حاکمیت رو یه بازی داخلی نشون بدن با این هدف که کسی از بیرون نیاد، یعنی در نهایت قدرت به خودشون برسه. یکی از دستاوردهای جنبش سبز به نظرم تو این 2 سال بود که اینا به یک مرحله از پختگی رسیدند که یعنی چی ما باشیم فلانی نباشه، این باشه اون نباشه، همه ایرانیان، همه باید شرکت بکنن، همه در ساختن کشورشون نقش داشته باشن. نقش دیگری که اپوزیسیون میتونه بازی کنه و بازی کرده تا به حال در واقع مثلا در مورد رابطه با آمریکاست. خدمتتون عرض کردم به فرض در دوران باراک اوباما حداقل 2 بار به روایت رسانه‌های آمریکایی دولت باراک اوباما دورخیز برداشت بعد از اینکه آقای احمدی‌نژاد با اون آزادی‌های بی حد و حصر آقای خامنه‌ای مواجه شد و اون نامه جنجال برانگیز به اوباما رو نوشت و بحث گفتگو رو باز کرد. دورخیز برداشت که یه جوری با حاکمیت جمهوری اسلامی، حاکمیت جمهوری اسلامی که میگم منظورم حکومت آیت الله خامنه‌ای است، به توافق برسه. ولی این اپوزیسیون بودن، اپوزیسیون خارج از کشور بودن که با فشارهاشون نگذاشتند. این اپوزیسیون نقش بسیار بزرگی بازی کرد. اگر به فرض اپوزیسیون سکوت میکرد و این اتفاق میافتاد، چه بسا مثلا ما میشدیم لیبی 40 سال قبل، یعنی چه بسا نمیگم حالا حتما میشدیم یا نمیشدیم، آمریکا میپذیرفت یا نمیپذیرفت، ولی به هر حال ممکن بود این اتفاق بیفته. من معتقدم در مجموع با برداشته شدن این مرز مصنوعی که حاکمیت جمهوری اسلامی درست کرده بود، یعنی فعالان سیاسی رو وادار میکرد هر حرفی بزنن بگن آقا این بازی در داخل نظام، این بازی بین خودیاست، اپوزیسیون نمیدونم بیگانه هستن، ما با خارجی کاری نداریم. با برداشته شدن این مرز مصنوعی سوال حضرت عالی هم در واقع بلا وجه میشه، به این خاطر که دیگه گروه تافته جدا بافته به نام اپوزیسیون وجود نداره. ما همه اینها ایرانی هستند، زمانی در ایران بودن، مؤثر بودن، بنا به دلایلی اومدن بیرون. همونطور که الان مشاور ارشد آقای کروبی آقای واحدی در خارج از کشور فرار کرد، مشاور ارشد میرحسین موسوی در خارج کشور، پسر آقای کروبی در خارج کشور، سازمان مجاهدین انقلاب که در واقع یکی از گروه‌های اصلی اصلاح طلب بود عملاً رهبری خودش رو به خارج کشور منتقل کرد. جبهه مشارکت عملاً هم رسانه‌ها و رهبری خودش رو به خارج کشور منتقل کرد و حتی برخی از گروه‌های ملی مذهبی هم به این نتیجه رسیدن در شرایطی که دیگه امکان هیچ گونه بروزی ندارن حداقل صدایی از خارج کشور از اونها به گوش برسه. بنابراین من معتقدم شاید بتونیم بگیم این سوال دیگه بلاوجه شده و شاید بتونیم منتظر روزهایی باشیم اگر در واقع اشتباهات بعضی از ایرانی‌ها نباشه، ایرانی‌های خارج از کشور و من و توی در کاری نباشه، وارد روزهایی بشیم که همه بتونن برای کشورشون فعالیت بکنن و تلاش بکنن. متشکرم. آقای فتاپور، الان این وحدتی که به وجود اومد یا این همصدایی، همنوایی که به وجود اومده که ایشون هم تاکید کردن به مرز خارج داخل هم به روی از بین رفته و خب همه نیروها در این انتخابات همصدا در دفاع از آزادی زندانیان سیاسی و به ویژه آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد هم این همصدایی به وجود اومد و خب نیروهایی که قبلا در این مورد مسئله داشتن مسئلهشون حل شد و اومدن پیوستن به این جنبش. از اون طرف هم به هر حال در جبهه نیروهایی که در حالا اصلاح طلبان حکومتی گفته میشد بهشون خودی و غیر خودی خیلی کم رنگ شد، به ویژه در رفتار سیاسی آقای موسوی و آقای کروبی رنگ باخت و یک نوع همگرایی به وجود اومده که در این انتخابات هم به صورت شعار مشترک عدم شرکت و تحریم انتخابات تجلی پیدا کرد. فکر میکنید این همگرایی رو چجوری میشه با بحران مملکت و چشمانداز آینده گره زد؟ بله.
ببینید همونطوری که سوال اول شما بود و ادامه‌اش شما و آقای مهدوی هم توضیح دادن، ما یک سلسله نیروهای مختلفی داریم تو جامعه که بعضی از اونها خب تفاوت برداشت، تفاوت استراتژی، تفاوت هدف دارن. برفرض مثلا سازمان مجاهدین با آقای خاتمی، ما مشکل میتونیم اینها رو به عنوان یک دراز مدت استراتژیک از نظر عمل سیاسی که دارن میکنن تو یک چهارچوب واحدی قرار بدیم. بنابراین بحث این که یک همگرایی عمومی به وجود بیاد، این واقعیت عینی نیست. وقتی مجموع نیروها رو از اون طیف حزب کمونیست کارگری تا اصلاح طلبها در نظر بگیریم، تفاوت سیاست وجود داره و در نتیجه این صحبت چون عینی نیست مفید هم نیست. باید پیدا کرد که چطور میشه همگرایی رو به اونهایی که ممکنه گسترش داد و در نتیجه تلاش کرد برای نقاط همگرایی عمومی تر. در مثالهایی که شما زدید مثالهای مشخصه، یعنی مثلا در رابطه با مسئله دفاع از زندانیان و حقوق بشر، در اینجا طیف نیروها چون یک موضوع معینه، طیف وسیع نیروها میتونن با هم دیگه مشترک عمل کنن. در اینجا دیگه نباید پرسید که شما که این ایده رو داری میخوای برای حقوق بشر عمل بکنی، چپی، راستی، میانه چی. موضوع حقوق بشر توسط همون تشکلایی که این کار رو انجام میدن هم باید پیش برده بشه و در این زمینه کوچکترین مانعی رو به خاطر تفاوت‌های نظر در عرصه‌های عمومی سیاسی نباید دخالت داد. این تا حدی پیش رفته ولی متاسفانه به نظر من هنوز ایدئال نیست. هنوز هم مرزبندی‌هایی در اینجا وجود داره که ما بعدش غلبه بکنیم. دومین مسئله‌ای که وجود داره و کار هماهنگی عمومی لازم داره، مسئله صحبت کردن با همه، دیالوگ کردن، تلاش برای فهمیدن همدیگه است، تلاش برای رو در رو شدنه. اینجا نباید مرز براش قائل شد، باید وارد گفتگو شد، باید وارد صحبت شد، باید بحث شد. نیروهایی که کاملا هم با هم مخالفن باید بتونن با هم صحبت بکنن و این هم تا یه حدی هنوز پیش رفته. هنوز ایدئال نیست، هنوز بعضی از نیروها مایل نیستن با هم بحث بکنن. هر بحثی تبدیل به جدل میشه، درگیری میشه، موضع‌گیری سیاسی میشه، ولی این دومین اصلا باید به طور عمومی پیش برد. ولی بعد از این وقتی برمیگرده به عرصه عمومی مسئله سیاست، یعنی جایی که به قدرت سیاسی برمیگرده و یه مقدار دراز مدت تر راجع به یک موضوع معین یا عمل معین نیست، در اونجا خب نیروهایی هستن که با هم دیگه برای یک دوره معین همسو هستن و ما در وهله اول باید این همسویی‌ها رو تقویت بکنیم و به عمل سیاسی مشخص برسونیم. برای اینکه من روشن‌تر مثال بزنم، در انتخابات دوره پیشین یه سری نیروها در ایران مشترک حرکت کردن که تحت عنوان بعداً مطالبه محور مطرح شدن. نیروهایی بودن که یک سری مطالباتی مطرح کردن، برنامه دادن، گفتن ما از این انتخابات چنین خاصی رو داریم. مسلمانان مبارز بودن، نهضت آزادی بود، دفتر تحکیم وحدت بود، ادوار تحکیم بود، جمعیت 1 میلیون امضای خانم زنان بود، بعضی از سازمان‌های ملی قومی بودند. در خارج از کشور اتحاد جمهوری خواهان بود، سازمان اکثریت بود. اینا مجموعاً اومدن گفتن ما یه برنامه معینی میدیم، چارچوب برنامه میشونم اعلام کردن، توافق قومی هم بود. یعنی اینها در رابطه با تحولی که در ایران داره اتفاق میفته با همدیگه تونستن به نظر مشترک برسن. از اون طرف هم راجع به نوع عملشون هم نظر مشترک رسیدن. اومدن گفتن اینو ما در رابطه با انتخابات معین میخوایم انجام بدیم. بنابراین یه همسویی به وجود اومد. بعدم تصمیم گرفتن به آقای موسوی و کروبی رأی بدن. بعدم همه اینا اومدن دوباره توی جنبش سبز عمل کردن. یعنی ما در اینجا بحث نکردن با هم، ما صرفا از طریق گفتگو و صحبت و قرارداد بستن نبود، بلکه در عمل سیاسی اینا با هم همسو حرکت کردن. برای هر نوع همکاری باید عمل سیاسی صورت بگیره، یعنی کار باید بشه در جامعه. شما ببینید که این نیروها دارن عمل میکنن و در اینجا بینشون همگرایی به وجود بیاد. من مثلا این مجموعه‌ای که گفتم همین امروز پتانسیل عملی معین وجود داره برای اینکه با هم دیگه بتونن حرکت بکنن. یا مجموعه اینا در درون جنبش سبز این دوره نشون داد. جنبش سبز همینطور که آقای مهدوی توضیح داد یک مجموعه نیروهای متنوعی رو تونست با خودش همسو بکنه و هنوز ادامه داره این همسویی و هماهنگی. برای من برداشتم اینه که در سالهای اخیر در این زمینه ما پیشرفت‌های بسیار جدی داشتیم. فقط آقای مهدوی رو مرز داخل و خارج مطرح کردن، ولی من مرز بین نیروهای سیاسی مطرح می‌کنم.
با همدیگه تونسته یه سری همگرایی به وجود بیارین، همگرایی در درون جنبش سبز بین نیروهای مشخصی در جنبش سبز شکل گرفته و من فکر می‌کنم این تحولاتی که در ایران وجود داره، وضعیت حساسی که وجود داره، ضرورت شاید یه مقداری سرعت عمل و جدی‌تر عمل کردن و شجاعت بیشتر رو در این روابط می‌طلبه و دامن زدن به بحث و دیالوگ بین نیروهایی که با همدیگه فکر می‌کنیم هم اختلافات بیشتری داره. خب ظاهرا به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. من قصد داشتم در مورد این ماجرای مسابقه آقای ثابتی هم مداری با هم صحبت بکنیم، ولی ظاهرا وقت ما تموم هست. امیدوارم فرصت دیگه باشه و بتونیم در مورد تحرکات از این نوع هم تبادل نظر داشته باشیم. خیلی لطف کردین که تشریف آوردین دو برنامه. سعیمانتون متشکرم. قربون شما، با امید یعنی که در برنامه دیگه هم در خدمت شما باشیم. بینندگان ارجمند، گفتگوی ما در اینجا به پایان رسید. تا کنکاش دیگر که در خدمت شما هستیم، شب و روز به همگی شما خوش.